فیض میخواهی اگر آب و زمین را قدر کن، هر وجب خاک زمینی نازنین را قدر کن. تاجیکستان سرزمین گنج های پرسخاست، آب و خاک این وطن این سرزمین را قدر کن. درود بینندگان عزیز، برنامه ادانه محافظان وطن است از گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان. منظور شما ناگفته نماند که مهمان نوبتی برنامه مقام سرای ورزیده، کارمند انسامبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاج‌الدین رحیموف استقبال میگیریم. خوش آمدید به محیط سربازان و افسران و نظامیان محبوب وطن. من سلام و درودی پیام خویش را به همه این افسران میرسانم. یک تن هنرمند هستم، چون از وصف وطن میسرایم. با سرود و با ترانه‌های خویش نزد این افسران آمدم. اصلا خدمت نظامی را چگونه میبینید؟ از خدمت نظامی حرف میزنید؟ فکر میکنم که خیلی خوب است، چون من از طریق آینه نیلگون تماشا میکنم که هم شرط و شرایطشون، هم جوی زیستشون، هم خورد و خوراکشون در شرایط خیلی خوب است. ما شکرانه میکنیم که چون در دوران استقلالیت عمر به سال میبریم و همه این رشد و نمو و پیشروی محض در همین دوران استقلالیت صورت گرفته است و من فکر میکنم که امروزها همه خوشحالن، از این چیز میبالن، افتخار میکنن که در یک وطن محبوب خویش، یعنی که سربلندانه عمر به سر میبرند و خدمت وطن خویش را دارند. سلامت باشید. اگر آماده باشند اینجا افسران سربازان سؤال دارید به هنرمند عموما مقام سرای ورزیده ما تاج‌الدین رحیموف. مرحمت. اولا سلام علیکم همراهان، هم خدمتان، پالکوونیکان، افسران و سرژانتان و سربازان قسم حربی. رحمت برای تشریف آوردنتان برای قسم‌های حربی ما، مخصوصا در گواردیای ملی. ما مینداری خویش را از نام رهبریت قسم حربی و سربازان قسم حربی به شما میرسانیم و به شما سوال پیشنهاد داریم. شما با این هنر یک باز شناس هستید و آوازخوانی در ایجاد شما چند سال دارد؟ تشکر زیاد. من قریب که 24-25 سال است که روی صحنه هستم. در صنف 6-7 میخوندم که الکی مهر صحنه در دلم جای شد و یعنی که جوش زد و من تا حال مثال این میراث نیاگان خویشاوندان شش مقام رو بر دوش دارم و پیش میبرم. سرباز قطاری بدیزاده برسیدین، به شما عرض سپاس مینمایم که در این آمد سال نو میلادی وقتی پرقیمت خود را دریغ نداشته برای ما چنین یک برنامه فرهنگی و فراغتی پیشنهاد کردید. 4 مصرع فلک اگر اجازه باشد برای ما زمزمه میکردید درباره مادر. 21-22 سال است که در انسامبل به نام استاد فضلین شهابوفی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار فعالیت میکنم. چون بیشتر مقام سرا هستم، خیلی کوشش میکنم یک 4 مصرع بله ما فکر میکنیم که شما در محیط فلک سرایان نیز کار میبرید. هی اسراری ازل را نه تو دانی و نه من، هی این حرفی معما نه تو خانی و نه من، هی است از پسی پرده گفت تو گویی من و تو، هی چون پرده در افتاد نه تو مانی و نه من، هی چون پرده در افتاد نه تو مانی و نه من. سلامت باشید. چه سر است میان کار و فعالیت ایجادی تاج‌الدین رحیموف که از عهده سراییدن دیگر ژانرها در برابر شش مقام به خوبی میبرایند؟ وقتی که مکتب میخوندم بیشتر با سرودهای استرادی مثال روی صحنه میبرآمدم. بله. روی محفل هایی که چهاربینایی که در مکتب میگذشت. وقتی که من با دانشکده هنرهای زیبا به نام استاد میرزا ترزاده شامل گشتم و به من استادانم توصیه دادن که بیشتر وقتی که شما میسراید صدای قوی دارید، صدایی که گیرو دارید، شما بیشتر روی آورید به صنعت موسیقی سنتی ملت خویش، یعنی که شش مقام گفتن. خب من گفتم که شاید من از عهدهش نمیبرم، باری هم نسراییده بودم. در سالهای اول کمی مشکل بود، زیرا
ژانر خیلی مرکب است، مشکل است، نه هر کس مثال درکی معنی میکنن. حالا هم خودم رو در این جودا موفق نمی‌یابم، در تمرین هستم، در جستجو هستم، میخوام که باز نوگونی ها رو وارد کنم در ژانر موسیقی شش مقام. بهترین. خب من فکر میکنم که ارزش های ملی فرهنگ سنتی ما انمین فلک شش مقام است. در همین راستا شش مقام قرائت میکردید. تا عمر بود در هوسی روی تو باشم، ور خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم، فردای قیامت نروم جانی بی تو بی، در سایه سروی قدی دلجویی تو باشم، خوشم کی زبان از پی دشنام براریم، من دست برآوردم دعاگویی تو باشم، من دست برآوردم دعاگویی تو باشم. سلامت باشید. سوالی از جانب هیئت افسران عموما سربازان عزیز ما باشد. مرحمت به هنرمند ما آماده هستند تا پاسخ بگویند همه آن خواهش، همه آن موضوعی که شما میخواهید پرسان شوید از هنرمند ما، از مقام سرای محبوب ما تاج‌الدین رحیموف. من سرباز خطاری قربانov باشا که تاج‌الدین شما بار هم سرود برای افسران و خدمت حربی سرایداد اگر سرایده باشد، من میخواستم که برای همین مردان شجاع وطن می سرایدید، اگر نه آینده در وعده دید که یک تا ایجاد میکنید. خوش قبول. بسیار خوب، بسیار خوب. واقعا من چون بعد از کاری که مثال در خانه رادیو یعنی که به انجام میرسونم، یعنی که در کلبوری ترانه هایم سرودی یعنی که عسکر یا افسر یا عموما سرباز ندارم، ولی ایجاد کردم شاگردانم، یعنی که اون نورسایی که امروز من درس میگویم از نازکی های این موسیقی میآموزم میخونن، یک چهار مثلا میخونم. عسکری وطن سوربانی ماست، لشکری وطن پاسبانی ماست، لشکری وطن پاسبانی ماست، حفظ امنیت این شعاری اوست، حفظ مملکت افتخاری اوست، حفظ امنیت این شعاری اوست، حفظ مملکت افتخاری اوست، عسکری وطن هست چون سپر مرز و بوم من امین از خطر، حفظ امنیت این شعاری اوست، حفظ مملکت افتخاری اوست، حفظ مملکت افتخاری اوست. ترانه به تازگی انشا شده فکر میکنم حیات سربازان را به پرگی بازگو میکند. در نقشه و نظر هست که بعدا همین آهنگ بسته می شود، مثلا با کی ها سرایده می شود؟ البته من حاضر نقشه دارم، در تمرین است، شاید روزهای نزدیک، شاید تا 23 فوریه بخشیده به روز ارتش ملی برای تمام افسران و اون عسکرانی که در خدمت هستند پیشنهاد میکنم خداوند گوش میکنم. عین حال یک سرودی وطن، یک سرودی به تازه ایجادی، سرودی زیبا وطنی من آوردم، اگر خواهید مرحمت. ما بسیار میخواهیم که سرود و ترانه هایی که آوردید یک جای امروز هم سربازان گوش کنند، رقص کنند، خرسندی کنند. لحظه فراغت هست. وطنی من، وطنی من، وطنی من، ای جان و تنی من، وطنی من، وطنی من، ای جان و تنی من، وطنی من، وطنی من.
باغ و چمنی من گل باغ و دلارای تو باغ و چمنی من فخرم که تو دل بردترین یاری منی من فخرم که تو دل بردترین یاری منی من حسم نگذارم که نهد پای بخاکر هستی تو تمنای خوشی دل زدنی من وطنی من وطنی من وطنی من ای جان وطنی من وطنی من وطنی من ای جان وطنی من وطنی من وطنی واقعا تاجیکستان برای ما عزیز و مقدس و گوهر بی‌بهای است و وظیفه هنرمندان اهل فرهنگ و صنعت باشد ترنم واژه‌های وطن مادر. نگاه و نظر شما در بررسی دو واژه؟ وطن مادر این به هر یک شخص فکر میکنم که مقدس است. آب و هوای از وجودی وطن سر کشیده، یعنی که مرز و بوم این کشور رو یعنی که عزیز میدارم. قدم های نخستین خود رو من در این زمین یعنی که ماندم، گذاشتم و ایجاد کردم، یعنی که در آغوش پرمهر مادرانه این وطن یعنی که عمر به سر میبرم و همگان این وطن را چون گوهرکی چشم دوست میدارن، حفظ میکنن و برابری جانشان دوست میدارن. همین نه بچه‌ها؟ اگر سوالی باشد به هنرمند ما، به مقام سرای ما تاج‌الدین رحیموف از جانب سربازان، افسران، بانوان زیبا که اینجا نشستن، مرحمت. سلام علیکم. من سرباز قطار بیگفت شما را که اولین بار در جاده صنعت راهنمایی کرده است، استادان شما که و استاد اولین خود را کی می‌حسابید؟ هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. فکر میکنم که هر یک اون نفری که به ویا میرسه، اون نفری که به مرتبه زینه‌های بلند میرسد و حتما استادیده است. وقتی که من به دانشکده هنرهای زیبا داخل شدم، باری نخست یعنی که از نازکی‌های ژانر موسیقی شش مقام به من درس گفتن. این استاد اولینم حاجی مظفر محیدینوف هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان می باشند که من از ایشان خیلی سپاسمندم که به من توانستن از این چکامه‌های، از این دردانه‌های که واقعا هم سالهای سال یعنی که سلسله استاد و شاگرد است که از دهان به دهان آمده و یعنی که میراث گذاشتن، یعنی که این نازکی‌ها رو به من آموختن و من در ژانری اگر شش مقام گوید استاد شادروان الماس عبداللهیف میدونم، خب استاد فرقت سعیدوف، استاد شمس‌الدین محیدینوف، استاد جوان دلشادجان گلوف. در برابری که خودم معلم هستم، استاد هستم، به دانشجویان درس میدم، باز من بالای خود کار میکنم، یعنی که از دیگر استادان یعنی که میآموزم موسیقی. خودآموزی در اوج بلند بله. ولی در ژانر خوب اگر استرادا گیریم، استاد خودم رو مثال شادروان استاد سبحانی سعید میدونم، استاد کرامت‌الله قربان و دیگران. اولا سلام خود رو می‌نویسم با حکایت تاج‌الدین. من سرباز قطار سفر غفور. اگر امکانیتش باشد اگه سرود در وصف مادر خوانید برای ما. واقعا هم مادران بزرگند. مادر بزرگ است که تمام بزرگان دنیا زاده او اند. بله، اگرچه از زنان پیغمبری نیست، همه پیغمبران را مادری هست. سرود مادر.
ایا مادر رخم زبی بهار است، نگاهی آتشی نچو لبار است، نگاهی آتشی نچو لبار است. بدی دارم پریشان خاطرم خیالات در غمی من به قرار است، خیالات در غمی من به قرار است. ایا مادر، 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 ایا ایا مادر توی دنیای رازم، تو هستی قبلگاهی سوزان، تو هستی قبلگاهی سوزان. غریب افتاده دورم از بری تو، غریب افتاده دورم از بری تو. منی راه گم زده به تو چی سازم، منی راه گم زده به تو چی سازم. ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر. ایا مادر عزیز و مهربانی، برایم مونس و درمانی جانی، برایم مونس و درمان جانی. با درگاهی خدا نالم شب و روز، با درگاهی خدا نالم شب و روز. تو دایم بر سرم پایندمانی، تو دایم بر سرم پایندمانی. ایا مادر، 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 ایا مادر.
جهانبین رودکی را زاد این زن، نوای نظم اودش داد این زن. دل سینای عاقل بود این زن، دل سعدی و بیدل بود این زن. واقعا تمام بزرگان را زن به دنیا آورده. سرباز قطاری بدیزاده برسیدین. اکای تاجدین اگر اجازت باشد این لحظه ما سربازان شنیدن میخواستیم که همون شعله مهر به سنت کی در دل شما جوش زد و شما اولین مرتبه کی آرزو کردید که من باید چنین صنعتکار اصیل شوم؟ هوس یعنی که با موسیقی و با سرودخوانی در مکتب بخونم، صنف 5 میخوندم که جوش زد. تصورات نداشتم با موسیقی های مثال من فلک و شش مقام، ولی در چهاربینی مکتب محفل های مکتبی که میشد برآمد میکردیم. خوب در آزمون هایی که بیرون از وی اوستا صنف 10 صنف 11 شدیم با آزمون ها رو آوردیم. نصیحتی پدرم بود که مثال من اومدم به دانشگاه و از نزدیکی این شش مقام یعنی که از استادان آگاهی پیدا کردم، یعنی که آموختم تا حاضر عین حال در تکمیل همین در تکمیل این موسیقی هستم، یعنی که در انسامبل با نفوذ آوازدار انسامبل دولتی شش مقامی کمیته تلویزیون رادیو کار و فعالیت میکنم. میدونیم که سرود و ترانه های تاج‌الدین رحیموف پورا افاده کننده مفهوم مادر، وطن و تاجیکستانی عزیز است، ولی میخواستیم دونیم که سرود اولین و یا انیقترش سرودی که شما را به قله بلند مراد در جوده صنعت موفق گردانیده است این کدام سرود باشد؟ خودی مخلصان میگن که کدام سرودی من مثال به دل مردم جای یافته. من یک سرودی دارم با نام ای نازنین. هر چهاربینی هر محفلی که هر توی مرکایی که میرم از من درخواست میکنن که همین سرود رو زمزمه کنید، همین سرود رو خوانید. شاید سرودی جوانی دوباره باشد، شاید انتظاری باشد که بین مردم محبوبیت پیدا کرده. میتوانید زنده بخونید 4 مصرع؟ میکند فریاد و زاری جان من از بیقراری، اینقدر سخت از خدا جان لحظه های انتظاری، اینقدر سخت از خدا جان لحظه های انتظاری. من سرباز قطاریم رودریف طالب بار دیگر شما را که تاج‌الدین خوش آمده گفته به قسم حربی ما. سوال من چون است که شما خدمت حربی خدمت وطن مدار کرده اید؟ مکتب مردانگی من خدمت یعنی که شرف است. وقتی که من در مکتب میانه میخوندم، خب بعد تحصیل میانه همون زمان که صنف 11 رو ختم نمودم به دانشگاه داخل شدم. بعد از ختم دانشکده باز پسان غایبانه رو به فیلولوژی یعنی که نسب شناسی وارد شدم. شاید همین چیز بود که من خدمت نکردم، ولی من در مکتب اینترنت به وای رسیدم که قسما همون طلباتش با طلبات‌های شما یعنی که مانند است، یعنی که همرنگ است. چون آمدیم به این قسم نظامی، از نگاه شما خدمت حتمی حربی امروزه چگونه است؟ یعنی روبرو مثلا از روزگار افسران و سربازان شناس شدیم. از چهره بولیده اینها، از تبسم شیرین آنها، زینه‌های عمر که هم جوانی است و هم شور و شوق و هم متانت و هم جسارت و ننگ و ناموس وطنداری و که است، من همین چیز رو در چهره اینا بر علا مشاهده نمودم. یعنی که شرف است، یعنی که بزرگی است. امروز من فکر میکنم که خدمت افسران و عسکران خیلی در یک زینه عالی قرار دارد. من هم نگاهی نیک دارم، چون برنامه ما محافظان وطن است. دائم از قسم واحدهای نظامی، ساختارهای نظامی مملکت دیدن میکنیم و در هر دور و ایام دولت حکومت کشور خوشبختانه امروز به حیات جوانان افسران نگاهی نیک دارد، به حیات سربازان نگاهی نیک دارد. شرط و شرایط در درجه خوب به راه مانده شده است و همه امروز میبینیم خوب خرسند خوشحال هستند. خب اگر سوال دارید مرحمت. من سرباز قطاری محمدی فضل شاه اکای تاج‌الدین، اگر اجازت میشید کمی از یادداشت دوره مکتبی با ما حرف میزنید. زینه‌های عمر یعنی که با خودش یک لذت
خیلی ناتکرار دارد. لذت کودکی دیگر است، لذت اوانی مکتبخوانی دیگر است. خوب لذت باز مثال وقتی که شما با خدمت میبرید، مثال لذت افسری و عسکری با تماما چیز دیگر است. لذت دانشجویی دیگر است. لحظه فراموش نشونده ترین هر یک لحظه عموما جوانی و لحظه‌ای که در عمر یعنی که زینه‌های طی میکنید، هر یک لحظه با خودش یک لحظه خاطرمون داره. برای همین من فکر میکنم که برای من اون لحظه‌ای که من سپری کردم، لحظه‌های کودکی و جوانی نورسی رو لحظه‌های فراموش نشونده برای من حساب می‌کنم. شاید سرباز در نظر داشته باشد که معلم مکتبی بار گوش شما را تاب دادن. بعد در کودکی در مکتبخوانی میشد البته. سرجانت خورد یولداش فاستم میخواستیم از آقای تاجدین بفهمیم که از کسب انتخاب کرده خود پشیمون هست یا نه. شخص اگر کسب انتخاب نموده خود اگر صادق نباشد، محبت نداشته باشد نسبت کسب خود، فکر میکنم که به جای موفق نمیشه. و من امروز شکرانه میکنم که باری گرانی موسیقی ملت تاجیک رو بر دوش دارم. امروز یعنی که این موسیقی شفاهی یعنی شش مقام رو من با اون نفرانی که دوستدار این موسیقی هستن، اون نفرانی که مثال اعتراف میکنن این موسیقی رو، به سمع اونها میرسونم. 8-10 دولت دنیا من سفر کردم، هم با روزهای فرهنگی بودن، روزهای تاجیکستان در فرانسه بود، روزهای مثال من فستیوال ها بودن که این از چی دلالت میدهد؟ از اون دلالت میدهد، از اون شهادت میدهد که من امروز با موسیقی بلند امروز سر و کار دارم. یعنی که هر نفری که اون نفری که مثال صادقانه خدمت میکنه، صادقانه نوابسته به کسبیت و به اختصاص، هر نفری که دوستدار اختصاص خود است، صادقانه خدمت و صافدلانه خدمت میکند، من فکر میکنم که با تمام قله های بلند موفقیت میرسد. مرام سوال نوبتی. سلام علیکم آقای تاجدین، تقای محمد رجب هستم، سرجانت گواردیا. میگفتید که در دوران مکتبخوانی آیا بار شده است که با دختر اظهار محبت کردید و او رد کرده است؟ بله. فکر میکنم که این خودش عاشق است. خود شما عاشق هستید می؟ آره دیدی معلوم. برای من من واقعا هم در اون مکتبی البته اظهار محبت کردم. یک همسینف داشتم، دوست می داشتم. مثال نیست نفری نیست که شاید در اون مکتبخوانی مثال عاشق نشده باشه. من حاضر عاشق تو حالا هم عاشق هستم، عاشق زیبایی وطن هستم، عاشق عائله خود هستم، عاشق تمام این ناز و نعمتی که امروز مثال در ما هست. من دوستدار همیشه انسان با محبت زنده است. برای همین من میگم که دوستان تا حیات باشد هر زمان عاشق شوید. اگر یابم جوانی دوباره، تو را تنها تو
منم در بیان اندیشه شما میگویم که دوستان تا عمر باشد هر بهار عاشق شوید با نگار در جهان پرنگار عاشق شوید. من سرباز قطعه گواردیا حافظ امیرلو یک سوال دارم به شما که توجدین. سوال هم که موت بعد ادای خدمت رفته اویله برپا کردنیم در توی مو رفته رایگان خدمت نکنید. نامتان چی؟ میرالله جان هر نفری که مثال استانه من قدم مینامه بر نیت میبیاد که مثال من همین توجین رحیم رو برام بعضی من عبود میکند یگون بار من مثال نرخ نماندم یعنی که آزاد است که در تمام یتیم خانه ها و در خانه پیران سالان میرم کنسرت میگذارم همین رایگان است. من وعده میدم که همین شما اویله دار شدید من خودم تنها میرم 4 سرود برای شما تحفه رایگان میکنم. من سرباز قطاری محمدی فضلشاه акай тоҷиддин оё дар оилаи шумо ягон фарзанди шумо яъне ба пайрави ҳамин касби шумо ҳаст ё шумо мехоҳед ки фарзанди шумо дар оянда ба мисли шумо яъне санъаткор шавад? саволи ба маврид ман 3 фарзанд дорам, як 2 писару як духтар дорам. хурдиам завқ дорад. хурди мисол ҳарчи ки ман бо асбоби мусиқӣ дар машқ менишинам хона замзама мекунам наздам мебиёяд гӯш мекунад. вақте ки фарзанддор мешавед кӯшиш кунед ки фарзанд чӣ мехоҳад. шояд новобаста аз оне ки мумкин баъзеашон сатҳи зиндагии худашонро ба назар мегиранд шояд ба завқи он кӯдак кор намекунад. шояд он кӯдак мисол мехоҳад ки инженер бошад, мехоҳад ки мисол муҳандис бошад. яъне ки ба ҳамун чи такя карда ба ҳамун чи равона кардан дар кор, тарбия кардан дар кор, ёфтан дар кор ки дар ҳамун самт ӯ рушд ёбад, такмил ёбад. фарзанди калониам фаридунҷон дар синфи 10 аст. аллакай қариб як 7-8 давлати дунё рафта омад. мисол дар олимпиада математика дар фани риёзӣ бале чандин давлатҳо рафта аллакай соҳиби ҷоиза ҳам медали тилло ҳам нуқрау дигар обурӯи нуфузи миллатро бардошт. сарбози қатории гвардия маҳдиев асҳобдин сараввал қудуми мубораки шуморо ба ин қисми ҳарбии гвардия хайрамақдам мегӯям ва баъдан гуфтанӣ ҳастам ки шумо ки сароянда ҳастед, ҳунарпеша ҳастед, таби мардумро имрӯз ба сурудҳои худ болида месозед. вале инро мехостем донем ки васфи истиқлолият, ягонагии ваҳдату миллат дар таронаҳои шумо чӣ гуна тараннум ёфтааст? сари ҳар як суханам шукрона аз истиқлолияти ободии кишвар мекунам. шукрона аз он мекунам ки дар як фазои тинҷу дар як давлати биҳиштосо умр ба сар мебарам. ва агар як бор ба таронаҳои ман назар афканед ман дар ҳама он таронаҳое ки ман дорам шукрона аз ваҳдат аст, шукрона аз истиқлолияти давлатӣ аст ва бештару бештари таронаҳои ман дар васфи ватан аст. яъне ки ман ҳисси миллиам, ифтихори миллӣ яъне ки дар вуҷуди ман хеле баланд аст. ҳамеша эҷод мекунам паи ободӣ. бибинед як бор агар пойтахтро шумо назар афканед 2 сол қабл ё 3 сол қабл аллакай бибинед чӣ қадар навгониву чӣ қадар зебогӣ ин ба таъсир мерасонад ба ҳунарманду ба ӯ нафарое ки фазои эҷодӣ яъне ки таъсир яъне ки дар канор намегузорад ҳунарманд ё шоир ё нависанда аҳли зиёро ки мисол бетараф бошанд. ҳамеша паи эҷод аст, паи тараннуми васфи ватан дошта бошанд. мисли он гуфтае ки занҷираи ҷумлае ки ман месозам аз нуқраву тиллои ватан месозам, онро на барои хештан месозам, овезаи гардани ватан месозам. хуб аст, хуш аст. ва дӯстони азиз, ҳайати афсарону сарбозон мехоҳем ки ҳамин лаҳза суруду мусиқӣ танинандоз гардад ва якҷоя бо ҳам рақс хоҳем кард.
میزند بلبل گلی بادام گلی بادامه یاری نادان یاری نادانه گلی بادام گلی بادامه یاری نادان یاری نادانه پای از کوچه گذر من از برای تو کنم گلی بادام گلی بادامه پای اندیشه به چشمانی سیاهی تو کنم یاری نادانه پای اندیشه به چشمانی سیاهی تو نشون گلی بادام گلی بادامه پای یک جان شیرین دارم و قربانت کنم یاری نادانه گلی بادام گلی بادامه یاری نادان یاری نادانه گلی بادام گلی بادامه یاری نادان یاری نادانه گلی بادام گلی بادامه یاری نادان یاری نادانه سرباز قطاری گواردیا هستم شادمان خیرالله اول از اکای تاجدین چنین سوال پرسیدنی هستم آیا شما با کدام شاعران و نویسندگان خلقی تاجیکستان همکاری میکنید من بیشتر با استاد کمال نصرالله با معلم مهرنیسا با آذری عارف با شیرعلی شاهانی بسیار همکاری میکنم و با آهنگسازا با فرقت سعید و با امیربگ موسایف و با بهرام تاشف و دیگران هنرمند باید یعنی که با آهنگسازا و با بسته‌کاران و با شاعران باید همکاری داشته باشه. سلامت باشید. مرحمت. سرجانت خردی گواردیا یولداش شورات میباشم با اکای تاجدین چنین سوال دارم گرچند در بلوغ قید کردی با چند دولت دنیا سفر کردم با دیگر زبان سرود خواندن میتونست باشد در کلوار ترانه‌هایم قریب که هم با زبان ازبکی هم با زبان ایرانی فارسی هم با حتی با زبان خطایی هم سرایدم اگر دو مصرع یادم باشد من میخونم لاو زوزولوسیا ایتسیوی خوا جاخ وانشیسین وانشیسین چیشن فوشین و موتسه ارشاودین همین گونه همین مصرع یعنی که اینم سخن‌های وطن دوستانه است مضمونش وقتی که من میسرایم حتما اینم من این سرود رو معلمی همون چینی با من آموخت وقتی که در یک فستیوال من رو دیدن صدای من رو گفتن که بیاید یک سرود خطایی من شما بیاید همون کس آموختن در وصف وطن است یعنی که وطن باید مستحکم باشد یعنی که ما اگر یک دل وای باشیم وطن آباد میشد همین مضمون رو دارد هر یک صنعتکار در مابین ایجادیات خود یکی از ترانه‌های دوست داشته دارد و همین ترانه دوست داشته اکای تاجدین کدام باشد میخواستم بفهمم خیلی خوب من هنرمند وقتی که هر شاعر هم باشد نویسنده هم باشد هر اثری که ایجاد میکنه هر ترانه‌ای که ایجاد میکنه هر محصول ایجادش مثل فرزند است بله دوست دار یعنی که اون تولید میشه با آسانی به دست نمیاد هر یک ترانه‌ای که ایجاد میکنم مثال ماها سالها بعضی بالای اون آهنگ کار میکنید برای همین همه سرودایی که ایجاد میکنم دوست میدارن خیلی بیشتر مثال یک سرودی وای دارم پنجه بر در میزدم تا نیم شب در وا نشد پنجه بر در میزدم تا نیم شب در وا نشد نیم شب در وا شد و آن گل بدن پیدا نشد نیم شب در وا شد و آن گل بدن پیدا نشد
سرباز خطری ظریف افزایی هستم و از آقای تاج‌الدین سوال داشتم که در ورزش چه خیلی هستم و چند تا تورنیر میکشم. من اومختگی با ورزشم. من به ورزش خودم رو تصور کردن میتونم. من قریب که هر پگاهی روزی با مشق بدن قریب یک روز پس من فوتبال بازی میکنیم در شهر بیشکک در جمهوری قرقیزستان. در بازی تنیس من جای اول رو گرفتگی بودم سال 2005. خوب در فرانسه همین گونه مسابقه شد، اونجا جای اول رو گرفتم. در سن سال اینها بودم گفتم که 25 تا 30 تا تورنیر میکشیدم. مثال اون وقت شاید جوانتر بودم. حاضر مثال 10 تا 12 تا همین با همین یک بلوک 15 تا هم خیر 8 تا وابسته به همون یعنی که روحیه اون یعنی که با بیشتر اون نفرایی که مثال با ایجادیات سر و کار داره اون با عصبانیت میشه. بسیار اون نفرایی هستن که مثال در یک هیجان هستن. یعنی شما کوفت خستگی توسط ورزش میبرید. بله هنوز هم جوان است. اطمینان داریم که البته این از 12 و 15 بعداً با 18 برمیگردد به همون شماره. خب سلامت باشید. خب نفر دیگر سرجانت کلونی گواردیا شریف میباشم. ما از آقای تاج‌الدین پرسان میشتیم که بعد از ادو نمودن مکتب میونه او فرزندی او میونند همین سربازان شجاع وطن خدمت مادر وطن را آماده ادام میکرده باشه یا نه؟ مرحمت پسران شما. خوب تشکر زیاد. واقعا هم مکتب من خدمت حربی مکتبی است که مکتب متانت و مردانگی است. من نیز فرزندان خود رو میخواهم که از نزدیکای این مکتب یعنی که از مکتب متانت و مردانگی و شجاعتمندی باید یعنی که با خبر باشه، واقف داشته باشه. برای چی هر یک کس باید فرض است قرض است که مثال خدمت وطن مادر رو داشته باشه. من نیز فرزندان خود رو توصیه میدم که بگذار خدمت کرده باشن، مثل شما افسر و عسکر باشه. تشکر زیاد بهر برپا نمودن چنین یک چرابینی فرهنگی و باید گفت که در گوارد ملی جمهوری تاجیکستان در همه قسم‌های حربی برگزار نمودن چنین چرابینی‌ها کم نیستند، پیوسته دایر کرده می‌شوند و ایثار سپاس و مینت‌داری از نام کلی سربازان، کلی افسرانی که در اینجا حضور داشتند ایثار سپاس و مینت‌داری بیان می‌کنیم که وقتی قیمت خیش را دریغ نداشته برای این سربازان یک برنامه فرهنگی پر از مهر و محبت پیشکش نمودید و باید گفت که همین برگزار نمودن چرابینی‌ها در دوستی و رفاقت در بلند برداشتن احساس وطن دوستی خدمتچیان حربی مساعدت میکنند. افتخار شما نظامیان وطن که پیوسته دفاع از این مرز مقدس مادر وطن میکنید، در اجرای چنین رسالت کسبی به شما برار پیروزی کامیابی تمنا داریم. بینندگان عزیز، این بود برنامه ادانه محافظان وطن از گوارد ملی جمهوری تاجیکستان. مهمان برنامه بودن مقام سرا آوازخوان محبوب انسامبل دولتی شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاج‌الدین رحیموف. کفکوبی های خاطرمان به خاطرشان و از نام همه خدمتیان حربی گوارد ملی جمهوری تاجیکستان به شما عرض سپاس می نماییم. از شما خواهش می نماییم که یک سرود رقصی تر و تازه بهر خدمتیان حربی اهدا نمایید.